الله الرحمن الرحیم. امیدوارم تا این روزهایی که ما بالاخره این چند ماهی که داریم قصه صحابه پیامبر رو میخونیم، شما عزیزان بهره کافی رو برده باشید، فرصتی شده باشه که بتونید توشه اندکی رو از این زندگی یاران پیامبر ازش بهره برداری کرده باشید و گرفته باشید. اینها الگوها و نمونه‌های عملی دعوت اسلامند. هر کدوم از اینها، البته ما یک تصویر، دو تصویر از زندگی اونها میخونیم. هر انسانی، اونها یاران پیامبر، صدها تصویر در زندگی وجود داره. هر روزش، هر لحظش خودش یک داستانه، ولی ما فقط یکی دو تا تصویر معمولا میخونیم یادآوری بشه و اسم اونها رو بدونیم. رو این هست که باید ما دقت بکنیم. امروز داستان دیگری رو میخونیم، داستان ابوالعاص ابن ربیع، کسی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در مورد ایشون میگه ابوالعاص وقتی با من صحبت کرد، من رو قبول کرد، حرف من قبول کرد و وعده داد و به وعده ای که گفت عمل کرد، وفا کرد و به سخنی هم که گفت درش صداقت داشت. ببینیم ابوالعاص کیه؟ ابوالعاص ابن ربیع ابشمی قریشی، جوانیه که در بین جوانان مکه دارای شهرت هست، دارای موقعیت هست، هم ثروت داره، هم شرایط خوبی داره، هم دارای رجاحت عقلی هست و نعمت الهی هم که از سر پاش دیگه سرازیر بوده براش بود. در مورد حصر و نسب خانوادگی هم به همین صورت یک سوارکار هست در بین عرب ها و شناخته شده است و میشه گفت تمام ویژگی های یک جوان عربی رو داره، از وفاداری و از امانتداری و از وابستگی به آبا و اجداد و تاریخ آبا و اجداد. خب ابوالعاص ابن ربیع علاقه خیلی زیادی به تجارت در بین قریشیان داشت و قریش هم میدونید که دارای دو تجارت بود، یک تجارت زمستانی و تجارت تابستانی. یک سفر در زمستان اینها کاروان‌های تجاری داشتن، حرکت داشتن و یک کاروان تابستان داشتن که کاروان‌های تجاری داشتن و همچنان این کاروان‌های تجاری بین مکه و شام در حرکت بود و این کاروان‌ها میرفت میومد و ابوالعاص ابن ربیع هم داره یک چنین کاروان تجاری بود. میدونین که کاروان تجاری هم این گونه بود که تنها ثروت خود فرد نبود. یک کاروان، یک فردی که برای تجارت میرفت یک کاروانی را مینداخت، تعدادی از اهالی دوستان، کسانی هم که بودن، به اعتمادی که به این داشتن میگفتن خب این مثلا محصولات ما رو هم ببر به اون سرزمین بفروش و برای ما این چیزها رو بخر. به عبارتی شریک مال و تجارت اون میشدن. پس یک کاروان مرکب از یک ثروت یک فرد نبود، بلکه مرکب از اموال و دارایی‌های اهل مکه و کسانی که با این شریک بودن و بهش اعتماد داشتن میشد. خب این هم یک کاروان تجاری داشت که هم در زمستان و هم در تابستان در حال رفت آمد بین مکه و مدینه بود که قافله این چیزی نزدیک 100 تا شتر، 200 تا نیروی انسانی یا مثلا خدمه و اینها داشت و گفتیم که مردم هم اموال رو میدادن و این تا میتونست با صداقت و با دقت که امانتداری اونها رو میکرد، اونها رو در تجارت خودش شریک میکرد. از همه مهمتر خاله ابوالعاص ابن ربیع میدونید کیه؟ ام المؤمنین خدیجه همسر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هست. به همین سبب این نزد خدیجه هم دارای احترام و آبروی خاصی بود، نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هم به همین نسبت دارای احترام بود، مثل یک فرزند برای مادر، یک فرزند برای یک پدر و در قلب پیامبر جای محبت خاصی داشت. اونم همینجوری محبت پیامبر در قلبش بود. اما متاسفانه تاریخ میگم گاهی ورقها به گونه دیگه‌ای رخ میده و اتفاق میفته. حالا جدا از این محبت ببینید محبت باز بیشتر میشه. من میگم که گاهی داستانها رو ما میخونیم میبینید رمانتیک میشه، گاهی تراژدی میشه. حالا داستان این محبت ابوالعاص ابن ربیع با ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها با پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بیشتر میخواد بشه، چرا که زمان داره میگذره و همچنان که زمان داره میگذره و روزها میگذره، دختر پیامبر زینب هم داره رشد میکنه و یک دختری هست که هر جوانی در مکه آرزوی ازدواج با این رو داشت، دارای تمام اون خصایص و ویژگی هایی که یک دختر برای یک ازدواج داره، دختر خوب داره، خب طبیعی داشت. اما تا زمانی که شخصی مثل عاصم بن ربیع هست
پسر برادر خدیجه و با اون مواصفات دیگه کی میتونه که بخواد جای اون رو بگیره؟ بر همین اساس که میبینید که عاصم ابن ربیع داماد پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میشه، گوی سبقت رو از بین همه جوانان مکه میربایه و خودش میشه چی؟ داماد پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و داماد ام المؤمنین خدیجه. خب محبت بیشتر شد، ارتباط بیشتر شد و این دوستی و محبتی که بین خدیجه و محمد و از اون طرف در بین ابوالعاص بن ربیع بود تبدیل شد به یک محبت وصلت. دامادشون شد، فرزندشون شد و شدت این محبت بیشتر شد. اما ماجرا همینجوری نشد. زمان گذشت تا اینکه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم رو خداوند به پیامبری برگزید. خداوند به پیامبری ایشون رو برگزید برای اینکه هدایت و نور رو برای مردم به ارمغان بیاره. خب از اون طرف هم فرزندان پیامبر هم دختران پیامبر هم ایمان آوردن، یکی پس از دیگری. خدیجه ایمان آورد، دخترش زینب، رقیه، ام کلثوم، فاطمه، همه اینها ایمان آوردن. فاطمه رضی الله عنها علی رغمی که کوچک بود ایمان آورد، اما همسر زینب ایمان نیاورد، چرا که اکراه داشت دین آب و اجداد خودش رو رها بکنه و بیاد وارد دین همسرش زینب بشه. اما با وجود همه اینها همسر خودش زینب رو خیلی دوست داشت، خیلی بهش علاقه داشت و نهایت محبت و رفتار رو با اون داشت، بالاخره چون از روی یک عشق و علاقه باهاش ازدواج کرده بود. اما همینجوری که زمان نمون، شدت اختلافات بین پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و بین قریش بالا گرفت تا جایی که کار به جایی رسید که دیگه همه گفتن که هیچ راهی نمونده جز این که کاری کنیم که دختران پیامبر رو طلاق بدن. باید شما کاری کنید که دختران پیامبر طلاق داده بشه و الا راه دیگه وجود نداره تا پیامبر با همین دختران خودش سرگرم بشه و گرفتار بشه. بالاخره گفتن باشه، نظرتون چیه؟ خیلی در این مورد صحبت کردن، اومدن پیش العاص، یعنی ابوالعاص که چون گفتیم ربیعه ابن عاص هست دیگه، پیش این اومدن، ابوالعاص اومدن گفتن که بیا تو هم همسرت رو رها کن. ابوالعاص پیش خودش اومدن، ابوالعاص گفتن تو هم بیا همسرت رو رها بکن و اونو به خونه پدرش بفرست، ما برات بهترین دختر مکه رو خواستی عقد میکنیم، به ازدواج در میاریم که هم ثروت داشته باشه، هم زیباتر باشه و هر چه محاسن داشته باشه. اما من این کارو نمیکنم، قسم به خدا والله. نگاه کنید الله رو میشناختن، مشرکین عرب الله رو میشناختن. مشکلی که وجود داشت اینها برای الله شریکانی قرار میدادند و واسطگانی از مردگان و فرشتگان و انسانهای صالح. خدا نجات بده همه رو بالاخره. اینو گفتم باز یادآوری بشه. گفت قسم به الله لا والله انی لا افارق صاحبتی، من همسر خودم رو رها نمی کنم و طلاقش نمیدم و نمیخوام اگه تمام زنای دنیا رو به من بدید من همسر خودم رو طلاق نمیدم. اما از اون طرف دو تا دختر دیگه پیامبر، رقیه و ام کلثوم، طلاق داده شد و به خونه پیامبر فرستاده شدن. البته پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم خیلی خوشحال شد، چرا که دیگه میخواست که اونها نسل مشرکان نباشه و دوست داشت که کاش که ابوالعاص هم دخترش رو طلاق میداد، همون گونه که اون دو تا داماد دیگه‌اش طلاق داده بودن. و چرا که اینجوری پیامبر احساس قدرت بیشتری میکرد. وقتی دخترش در خانه یک مشرک بود، کمی آدم ببینید دچار یک حالات خاصی ممکنه وجود داشته باشه. یک نکته ممکنه سوال پیش بیاد، تا اون زمان ازدواج مسلمان با مشرک منع نشده بود. بعدها خداوند گفت اجازه ندارید شما با مشرکان ازدواج کنید. اگر شما مثلا یک کنیز مؤمن داشته باشید، بهتر از اینه که یک زن آزاده مثلا مشرک داشته باشید، یک غلام مؤمن داشته باشید. برای ازدواج بهتر از اینه که یک مرد آگاه و مثلا آزاده مشرک داشته باشید برای ازدواج. که لعمت مؤمنه خیر من مشرکه و لعبد مؤمن خیر من مشرک. این آیات الهی نازل بعدها شد، تا اون زمان این آیات نازل نشده بود. این بود که دیگه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم دیگه مونده بود چی کار بکنه، هیچ کارش هم نمیشه کرد چون دیگه هنوز آیات و دستورات نبود. اما گذشت زمان تا اینکه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به مدینه هجرت کرد. شدت اختلافات بالا گرفت تا اینکه منجر به جنگ بدر شد. ابوالعاص ابن ربیعه هم که داماد پیامبر بود مجبور شد دیگه در کنار مشرکین قریش وارد سپاه مشرکین قریش بشه، در برابر پیامبر قرار بگیره، هرچند که خودش علاقه‌ای به جنگ
نداشت و نمیخواست که بالاخره در این جنگ شرکت بکنه، اما چاره‌ای نداشت. وقتی که بالاخره قوم و قبیله‌اش راه افتاده بودن، این هم بعد اونها رو حمایت میکردن. جنگ بدر به پایان رسید، مشرکان شکست سختی خوردن، تعداد زیادی از اونها کشته شدن و تعداد زیادی هم اسیر شدن، تعدادی هم تونستن فرار بکنن. اما ببینیم برای ابوالعاص بن ربیع چه اتفاقی افتاد. ایشون اسیر شد، این صحابی پیامبر اسیر شد، این همسر دختر پیامبر، همسر زینب، جزو اسرا قرار گرفت. خب پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هم برای اسرا یک مبلغی رو به عنوان جریمه قرار داده بود. حالا چون وقت ما گذشته، دوست داریم که دنباله داستان رو در جلسه بعد من خدمتون ارائه بدم، چون اگه بخوایم مطلب رو بگم یک کمی طولانی میشه. در جلسه بعد انشالله دنباله داستان رو خدمتون ارائه خواهم داد. با ما همراه باشید در داستان و سیمای صحابه که انشالله در جلسه بعد من مفصلا این مسئله رو براتون تعریف کنم. خدایا رو نگهدارتون.